فلعنت الله علی الکافرین، لعنت الله بالای کسایی که انکار میکنه از حقایق، از واقعیت ها. بئس ما اشتروا به انفسهم، خیلی بد است او حالتی که اشتروا به انفسهم، که فروختن در مقابل از این نفسای خدا. کدام چیزه در مقابلش نفسای خدا فروختن؟ ای یکفروا بما انزل الله، که انکار کردن با آن چیزی که الله روان کرده. از چیزی روان کرده الله یا انکار کردن؟ امروز توحید کی روان کرده؟ بیان توحید الله روان کرده، مردم از پیش انکار میکنه یا نمیکنه؟ یک نفر گفته بود در مورد ما، میگم سعی کنی قرآن ازی کدام قرآن دیگه نباشه. قرآن ازی را میگه یک دفعه سر به دقتی قرآن های دیگه. الله اکبر. بئس ما اشتروا، خیلی بد است آن چیزی که اشتروا فروختن بهی در مقابل از او، انفسهم نفسای خدا، وقت خدا، کل جان فشانی و فداکاریشان به خاطر چیز؟ ای یکفروا، که انکار کنن بما، به او احکامی که، به او توحیدی که انزل الله، الله فرو فرستاده. چرا انکار کردن؟ نمیدونستن؟ نه میدونستن. بغیان، از روی حسد و ضد و عناد. چرا حسد میکنه؟ چرا ضد میکنه؟ ای ینزل الله من فضله، که فرو فرستاد الله از احسان خود وحی نبوت بالای پیغمبر از قوم دیگر، نه بالای قومی ازیا. از قوم ازیا نیست. اینمی گپ سبب حسد ازیا شده که از کتاب الله چی میشه؟ منکر میشه. این میگه قومیت بگه پرستی. این مرض مهلک و خیلی قوی یهود است. از یهود واری قوم پرست قوم دیگه موجود نیست. الله رحم بکنه که در وطن ما نپیدا نشده باشه. حالی چطور است؟ افغانستان ما چطور قوم پرستی یاد داره؟ قرآن برش بگو خدا برابر قوم استاد میشه. هر طایفه از امو کلانش اگر هر قدر جنایت کرده او را چی معرفی میکنه؟ نابغه معرفی میکنن یا نمیکنن؟ امیالی کرده یا نه؟ جنایات یک تعداد مردم خوب در نظر بگیره چی جنایت ها کرده، اما قومش را پیغمبر معرفی میکنه. اینی را میگه قومیت پرستی. یهود هم میگفتن اگر پیغمبر از قوم ما می آمد دیگه کلش گل بود، آلی از قوم دیگه آمد کلش خار است. آلی ما نمیپذیریم. الله رحم بکنه. یونمو مرضی است که استعمار در بین مردم ترزیق کرده، در بین مردم نشر کرده، مردم آنقدر در بین خود به اعتماد ساخته که آلی یک قوم بالای قوم دیگه اعتماد نداره. که هر قدر مردم آلی مردم به قومیت پرستی افتخار میکنه. تلویزیونا به ملت تعلق داره یا نه؟ به تنظیم تعلق داره، بلکه خود نام تنظیم خدا تنظیم ملی فلانی، ملی همینطور است یا نه؟ ملی میگه. الله رحم بکنه. معتبر دین است، ملت نیست. علی من یشاء بغیان، از روی عناد. ینزل الله، که میفرست الله تبارک و تعالی من فضلی، از احسان خود که وحی نبوت است. علی من یشاء، بالای کسی که الله بخواه، کسی را که لایق میبینه که یقینا اینی مسئولیت عهده را ورداشته میتونه. من عبادی، از جمله بندگان خود. پیغمبر علیه الصلاة والسلام شخصیت آخری برای رهبری تمام بشریت، شخصیتی که یقینا دنیا را مملو از روشنی علم ساخت، روشنی توحید الله ساخت، شخصیتی که واقعا مثلی شخصیت هیچ کسی پیدا نشده. دشمن هم امروز اعتراف داره که محمد رسول الله کیسته، در موردش کتابای تاریخ نوشته شده. فباءوا بغضب، گرفتار شدنی مردما به غضب، علی غضب، پس از غضب دیگه. یک غضب از انکار از شریعت عیسی علیه السلام، دیگه غضب از انکار از شریعتی که محمد رسول الله. یک مانا یک غضب بی غضبین، گرفتار شدن به غضب به ترک کردن حکم تورات، علی غضبین، بالای غضب دیگه که او انکار از شریعت عیسی علیه السلام بود. این کلش دی داخل است. وللکافرین، الله میگه این حکم خاص برای یک وقت و زمان نیست. هر کس که کافر است انکار میکنه از حقیقتا، هر کس که کافر است برای کافر عذاب مهین، عذابی رسوا کننده است، سبک کننده است. او را رسوا و سبک میسازه. چرا؟ حکم الله را چرا قربانی قوم کردی؟ حکم الله را قربانی قوم نکو. و اذا قیل لهم آمنوا بما انزل الله، سخت حالت است.
و اذا قیل لهم یا خو میگه ما موسی علیه السلام قبول داریم کتاب تورات، دیگه نیاز به پیغمبر و به کتاب دیگر نداریم، همی پوره است. ای پیغمبری ما کامل پیغمبر، کتاب ما کامل کتاب، دیگرها را نمیپذیریم. الله میگه عجیب است، اگر یا ادعا میکنه که ما یکی را میپذیریم دیگر را نمیپذیریم، دروغ چرا میگه؟ اما یکی را نپذیرفته چرا؟ در تورات دیشان قتل انبیا حرام است، چرا یا انبیا را قتل میکنه؟ با مو کتاب خود یقینا که ادعا داره که ما ایمان داریم، با مو کتاب خود شما تسلیم شوید. حالی من تشریح میکنم براتون آیت در مورد زمان خودی ما. الله اول میگه و اذا قیل لهم، وقتی که برشان گفته میشه آمنو بما انزل الله، ایمان بیاره به آن چیزی که الله نازل کرده، بس که الله نازل کرده اگر توسط هر کس آمده احمد و محمود فرقی نداره، معتبر در اینجا ما انزل الله. انظر الی ما قال لا الی من قال، با ما قال ببین، به من قال کسی که گفتار میکنه به او سعی نکو، به این سعی نکو که چیز میگه. وقتی که از کتاب الله و سنت رسول الله میگفت بسر و چشم بپذیر، نگو که اگه احمد بیان کنه میپذیرم، اگه محمود بیان کنه میگه نمیپذیرم. نه، این کار نکو. مهم ما انزل الله است، چیزی را که الله روان کرده باید بپذیر. چی میگن؟ یا قال میگن نؤمن، ما ایمان داریم بما انزل علینا، به مو چیزی که نازل سری خودی ما شده، فقط امو را میپذیریم. و یکفرون بما وراءه، انکار میکنه به ما سوای امو چیزی که سر از نازل شده، غیر از او چیزی که سر از نازل شده دیگه کلگی را رد میکنه، در حالی که قابل رد است. نه، چرا قابل رد نیست؟ و هو الحق، امی ما سوایی که سر از نازل شده غیر از نازل شده از یا، اما دیگه چیزام حق است، ثابت است، در جای خود بالکل واقعیت داره. مصدقا لما معهم، مخالف هم نیست، بلکه تایید کننده است لما برای او مضامین عقیدوی اصولی معهم کمرای از واست، عینا نموره تایید میکنه. یک معنی مصدقا موافق است لما برای او صفتا و اونمو سخنایی که در کتاب ازوا برای آمدن شریعت جدید است، لما معهم امرایی که از واسطه عینا نمو موافق است، امون نشانه ها اینجا موجود است. پس که در کتاب ذکر شده که اینی قسم شریعت میای، اینی نشانش، امون نشانه در کتاب خود هم ذکر شده. اگر با کتاب خود عقیده داری، خو کتاب تو را وادار میسازه که به می شریعت جدید هم عقیده کو. چرا؟ به خاطر که کتابت علامات از را مشخص کرده و همون علامات در می شریعت جدید موجود است. خو لیکن الله میگه یا دروغ میگه، به کتاب خدا عقیده نداره. فلما، برشان بگو فلما تقتلون انبیاء الله، چرا قتل میکنی پیغمبران الله را؟ مردم خیرخواره، دل سوزه، اما مردمی که یقینا رهبریت بشریت در دست میگیره. انبیاء الله من قبل و پیش ازی، ان کنتم مؤمنین، اگر واقعا شما سری کتابتان ایمان داری، سری کتاب ایمان تقاضا از این میکنه که پیغمبر را قتل نکنه. شما خوب به صدها پیغمبر را قتل کردید، چطور ایمان است؟ آیا کتابتان میره گفته بود؟ این حالت بنی اسرائیل بود، هر چیزی که از الله بیاد باید قابل قبول باشه. اگه او تورات است، اگه انجیل است، اگه قرآن کریم است، الله رایی کرده، ما باید تسلیم باشیم، خیر و خلاص. موضوعی نمیسته که ما انزل الله باشه. خلی کنی مردم میگفتن نه نه نه، پیغمبری خدا و کتاب خدا قبول داریم، خیر و خلاص، دیگر نداریم. الله میگه با کتاب خدا عقیده نداریم، در کتابتون اینی موضوع شما خلاف کرده رایستی، چی رقم قبول میکنیم؟ امروز برادرایی که داد از مذهب میزنه، مذهب خود وحی آسمانی فکر میکنه، در زبان میگه 4 مذهب حق است، لیکن وقتی که یک نفر به مذهب دیگه عمل بکنه در مسجد لط میشه، کشیده میشه، از آمدن در مسجد منع میشه. امیالی اینطور افرادی ما داریم که از مسجد منع شده، نماز خود در خانه میخوانه. این عالم و این مردم در این رمضان مبارک به الله چی جواب میگه؟ چرا از مسجد منع کرده؟ بگوی زنا کرده، لواطت کرده، غصب کرده، دزدی کرده، شراب خورده، حد قذف زده، بگوی کدام کار کرده؟ به خاطری که تو رفع الیدین میکنی، آمین به زور میگی، یک سنت رسول الله را زنده میکنه. من است در مسجد رفتن نمیتونه. آلی خودت خو میگی که 4 مذهب حق است، اما آدم در مذهب امام شافعی است، در مذهب امام مالک است، در مذهب احمد ابن حنبل، 3 مذهب قائل به آمین بالجهر است. خو میگه دیگه به رفع الیدین قائل است،
او تو یک مذهب هستی؟ چرا نمیپذیری؟ بگو. خب معتبر خو ما انزل الله است. اگر کدام مسئله رو تو سرش عمل میکنی به این خاطر، اگر عمل به این خاطر میکنی که قول امام ابو حنیفه است، نعوذ بالله از خاطر ما عمل میکنم، مشرک میشی. غیر از قول الله و رسول الله دیگه قابل اتباع است نیست. اگر نیکی قول به خاطر تابعداری میکنی که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه از قرآن و حدیث او را گرفته تابعداری میکنی، باز دیگه اگر امام شافعی هم قول از قرآن و حدیث گرفته، احمد ابن حنبل گرفته، امام مالک گرفته، چرا سرش عمل نمیکنی؟ خیر اگر ما بنی اسرائیل ملامت میکنیم خود ملامت نکنیم؟ چرا؟ اگر ما انزل الله است کلش ما انزل الله است، چرا نمیپذیریم؟ خیلی خوب خیلی خوب. جناب دم کتاب خود عمل کو، دم کتاب خود عمل نمیکنی. در کتاب تو چیسته؟ در کتاب فقه حنفی تو حتی تا اینجا را هم ذکر کرده که اقتدا به مذهب مخالف درست است. باز دو فتواست. یک فتوایی طور است تا وقتی که تو امری را ندیده ای که مفسد نماز باشه، تا که یک کاری که مفسد نماز باشه از پیشش ندیده ای، تو باید اقتدا بکنی. این تو را فتوا داده که نماز پشتش بخوان، او امامت شوه. تا که تو یک امر از پیش ندیده ای که به نزد تو فاسد کننده نماز است. شافعی مسلک دیدی که خون برآمد، در یک فتاوای علمای احنافی است که باز پشت نمی امام اقتدا نکو. چرا؟ از این امامی طور چیزی صادر شده که به نزد تو نماز فاسد میکنه که خون برآمدن است، از او خاطر تو اقتدا نکو. لیکن قول راجح احناف است که اگر از او همینطور امرم مشاهده کردی که به نزد تو فاسد کننده نماز است، بازم تو اقتدا بکن. چرا؟ این قول قوی هم است، به خاطر که صحابه کرام یکیش قائل بود که مثلا برآمدن خون وضو را میده میکنه، یکیش میگفت نمیکنه. عمویی که میگفت میکنه اقتدا پشتی کی میکرد؟ عمو صحابی که میگفت نمیکنه، نمیگفت که علی نمازی ما پشتی تو نمیشه، چرا که در عقیده ما خون برآمدن چیز وضو را میشکنانه. نه اختلاف نبود. از او خاطر اقتدای یک مذهب پشت مذهب دیگه چیز مکمل جایز است. امروز در حرم کل مسلمانان، از شما سوال دارم، اگر ادنا عقل ما یک کمی دکار پرتیم حقیقت عالم میدانیم. 6 میلیون نفوس اما اقلش که ویزا گرفته میشه میایه، اوی که داخل عربستان است، اوی که با ویزه های شخصی آمده، اوی که از هر مملکت اموتور چی آمده، اموتور پت آمده، پنهان آمده، با میمانی آمده، در 10 میلیون نفوس انشاءالله میرسه. در 10 میلیون نفوس از شما سوال میکنم، در جملهش 1 لک ملا و عالم میباشه یا نمیباشه؟ از مختلف مذاهب میباشه یا نمیباشه؟ کلش پشت یک امام اقتدا میکنه یا 4 امام یا 10 امام؟ بجز از یک طایفه که در افغانستان است، امو طایفه که پیری خود قیوم زمان میدانه و به مقتدیای خود فتوا داده اینجا نمازای 40 روزه را سرشان چی کرده؟ پس اعاده کرده. تو را بدبخت میسازه که نمازی تا اعاده کردی، عقیده دی شد که نمازم نشد. اونجا یک نماز چند نماز بود؟ 1 لک نماز. 40 روز 40,000 به 5 کنه 5 4 20 200 نماز. 200 لک نمازی تو را چی کرد؟ از بین برد، از دست اینمی گمراه. پیروی همی طور پیره بکنه که خب گمراه کردتانه هستانه. خیری قدر عالم و نفوس جهان تبا و درباد است. همی 20 نفری که از افغانستان رفته، اینم یا مسلکشان چیست؟ حق است. اینجا ای طور میگه. باز وقتی که تو بگیریشه که چرا مذهب حنفی خو ضرور نیست که آدم اتبعوا سواد العظمی، بازی حدیث برات میگه. این حدیث ضعیف هم است، اما معنایش سواد اعظمی نیست که اکثریت تابعداری کو. سواد اعظم او را میگه که کسی که گپش خیلی قوی است از او تابعداری کو. خو یاد دلیل بردی را پیش میکنه سواد اعظم پیروی کو. اونجا سواد اعظم چیست؟ رفع الیدین میکنه یا نه؟ امین بزرگ میگه چرا تابعداری نمیکنی؟ ها؟ اینجا برات چی میگه؟ والا در اینجا یک مذهب است دیگر را نکشه. خیلی خوب، مرا نمیمانی به عمل بالکل قطعی موافقه میکنم. جناب حاجی صاحب سبا که در حج رفتی وجه در حرمین، اونجا مخالفت حرمین نکن.
رفع الیدین بکو، آمین بالجر بکو. تو اونجا بکو، من اینجا بالکل قطعت موافقت میکنم. چرا؟ تو که اونجا میری دستکای تیرم اینجا محکم گرفته، یک رفع الیدین نمیکنی. چرا موافقت نمیکنی؟ در حالی که مردم خود زورم دارد، میتونه تو را این کارا میکنی، برو بخیر، اینجا جای تو نیست. از حج تو را میکشه، لیکن اون تو را چیز نمیگه. او مرا در مسجد نمیگذاری. کدام دین است؟ کدام ایمان است؟ کدام انصاف است؟ بگذار مسئله دینه، نعوذ بالله الله نکنه تو را از انصاف کار بگی. آیا انصاف است؟ الله رحم بکنه. حالی که متوجه کتاب خود بسازی، از کتابش سوال کن. و هو الحق مصدقا لما معهم، اینمی حق است مصدقا لما معهم. قل فلم تقتلون، چرا قتل میکنی انبیاء الله؟ از ملا صاحبا پرسان کنه، بگو در مسلک مفتابهی احناف مسئله قومه و جلسه تعدیل ارکان چیسته؟ آرام گرفتن در قومه، آرام گرفتن در جلسه، آرام گرفتن در رکوع، آرام گرفتن در چی؟ سجده و کلی اعضا برابر شدن. قول مفتابهی احناف چیست؟ واجب. او مناسب در کلی رمضان توی عمل کردی؟ باز از پیش اول از پیش اینطور سوال کنی ملا صاحب اگر یک واجب در نماز بمانه نماز میشه یا نه؟ که برات بگوید که نماز نمیشه. باز از پیش سوال کن که ملا صاحب قول مفتابهی در مذهب احناف در مورد قومه و جلسه و آرام گرفتن و تعدیل ارکان چیست؟ و بیچارگک مجبور است که بگه که واجب. تو باز برش بگو که ملا صاحب کلی ماه رمضان خو نه تو تعدیل کردی نه تمانیه، این نمازای ما خو نشده، این چطور کنیم؟ علاجش هم بکش که ایران بمانه. کتابی خود عمل کرده ای؟ در مذهب حنفی است که گنبد جور شوه؟ پیدا کرده میتونه کسی؟ در مذهب حنفی است که بیرق بالا شوه؟ خاکی قبر خورده شوه؟ در دور قبر طواف شوه؟ جنده قبر زده شوه؟ در مذهب حنفی بدرغه است؟ در روزی که مرده وفات کرده نان تیار شوه؟ حلوای شام است؟ 3 و 4 است؟ جمعی و سالپرگی و چلی است؟ ختمای رواجی هست؟ بیار در مذهب حنفی بکش. امی فاتحه گیری که تو میکنی است؟ برم بکش. تو کتابی خودم عمل نمیکنی بیادرم، چرا منم ملامت میکنی؟ این گپا را با سوال کنید، جستجو کنید، مردم وادار به بسازه که برادر حق چی را میگه. ولقد جاءکم موسی بالبینات، یقینا آمده بود براتان موسی علیه السلام. اینطور هم نیست که شما نادان باشه گپ نفهمه. پیغمبری برجسته اولوالعزم موسی علیه السلام براتان آمده بود. بالبینات امو ترامنه به دلیل و به سند آمنه، بالبینات به معجزه ها که تایید میکرد رسالت موسی علیه السلام. ثم اتخذتم العجل، لایق خواهی بود که اینطور پیغمبری اولوالعزم در رهبری کدام قوم موجود باشه، و قوم هیچگاه گمراه نمیشه، و قوم هیچگاه نقصان نمیکنه، و قوم قطعا منحرف نمیشه. چرا؟ یک رهبری قوی ورزیده پیغمبری اولوالعزم در رأس باشه، کتاب تورات هم باشه، پیغمبرم تسلیم شده باشه. چرا؟ گپیش میپذیری تاییدش توسط معجزات شده، لیکن تو جناب بازم ثم اتخذتم العجل، بعد از او جور کده گرفت گوساله را، من بعدی پس از رفتن موسی علیه السلام برای چند روز که از شما غایب شد. چی شد؟ گوساله را گرفتی به الوهیت، به پرستش، نعوذ بالله، و انتم ظالمون، شما سخت ظالم مردم هستید. برای چند روز که موسی علیه السلام او طرف رفت، اینجا شما باز گوساله پرستی را شروع کرده. قرآن چرا بدی یهود بیان میکنه؟ بدی یهود به این خاطر بیان میکنه که یک آدم گمراه شوه اگر برش دلایل قوی، موانع قوی موجود نباشه، باز یک عذر داره که والا موانع موجود نبود. یک آدم اگر در دام یهود و نصارا میفته، چرا؟ در یک جایی است که اونجا نه قرآن شنیده نه حدیث شنیده، غیر از تبلیغات یهودیت و نصرانیت، همو آدم ملامت نمیتونیم. او همی عذر خدا پیش میتونه که من خو کتاب الله را نشنیده بودم، از او خودم نصرانی شدم. لیکن یک آدم که در مرکز اسلام قرار داره، شب و روز صدای قرآن میشنوه، و بعد از او موانع خیلی زیاد وجود داره از اینکه نصرانی شوه، بازم نصرانی میشه، بسیار جنایتکار است، بسیار ظالم است. هست یا نیست؟ الله قباحت یهود میتور بیان میکنه. موسی علیه السلام ولی پیغمبری اولوالعزم، کتاب تورات امرش موجود، تایید پیغمبری موسی علیه السلام هم به معجزات شده. چطور برای محض رفتن به کوه طور شما گوساله پرست شده؟
خب آیا اینطور حالات سری ما مسلمانان میایه؟ ما محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم واره رهبر داریم، شریعت مکمل بر ما تشریح کرده، تعلیماتش وجود داره. به مجرد وفات مالی رای پیغمبر اعلام بکنیم؟ گرفتار به گروه بازی شیم؟ بعد از پیغمبر 110 سال مردم در کدام مذهب بود؟ کسی ثابت میتونه که در کدام مذهب بود؟ پدری کسی ثابت کرده نمیتونه. یک ملای بدبخت چی میگه؟ امروز بحث ما ایست که تقلید از یک مذهب واجب است. تقلید از یک مذهب واجب است. باز بعد از او واهیات پف کده بازی ارمان هم داره، کاش که مردم گپی مده گوشش برسه. گپی تو چی بود؟ چند دانه گپای خیالی زده در ذهن خودی دی گپ است. تو یک دفعه در پیش علما زانو بزن که تو شور خورده میتونی یا نه؟ مردم مذهبی عمومی را ثابت نمیتونه، تو پشت شخصی میگردی. عجیب است. یک قدر سردمدارا و کلانای که خدا نابغه میگفتن امروز قرار آرام خدا گرفته. چی کده؟ شور خدا داده نمیتونه. تو میخیزی بیچارگک. شما باور به الله بکنی امی عالم عبارت هم درست گفته نمیتونه. به این طور کتابای ناشنا اولا میده که پرسان نکنه طور میگه از دروغ. او چی میگه؟ صحابه تقلید کده. چی کده بگه؟ بیادرایی را بدانی خوی بیچارگک ملا مانای تقلید نمیفهمه. تقلید چی را میگه؟ قبول قول غیر بی دلیل. سخنی کسی را بپذیری خب بی سند. صحابه سخنی کسی را بی دلیل پذیرفته. او وقتی که سخنی کسی را بپذیری با دلیل ایره اتباع میگه. ایره چی میگه؟ دمی قرنا در خیر القرون تقلید بود یا اتباع بود؟ اتباع بود. تقلید وجود نداشت. او را که تقریرایش بشنوه بسیار خنده تان میاد، لیکن این قدر جوانا برش نشسته بیچاره های بسیار دل آدم میسوزه، باز برش گریان میکنه. مردم الله اکبر چقدر مردم اغوا شده. مخو میگم مردم به الله قسم یهود و نصارای قدر مضر نیسته. نعوذ بالله که ملای نادان و گمراه که قرآن و حدیث دشمنی میکنه او خیلی زیاد مضر است. ایلا بدانی یهود و نصارا را مردم میشناسه که یهود و نصاراست. خو این لباسی کی چی را دتن کده؟ عالمه. خدا نماینده کی میشماره؟ دین اسلام. از کدام جای تبلیغ میکنه؟ از منبر مسجد. چی تبلیغ میکنه؟ امو قدر فعالیتی که یهود و نصارا پولی خدا مصرف کرده، امو قدر فعالیت و نتونسته که به یک تقریر ای بگوه. امو قدر فعالیت برای کی شده؟ یهود و نصارا شده. خب لیکن میفهمه یا نمیفهمه این جدا مسئله است، بسیار سخت است. الله رحم بکنه. حالی ما بیایم پیغمبر الله موجود از خودش حالی رفت از دنیا. با مجرد رفتن پیغمبر یک امت پیغمبر چند تا پارچه شوه؟ 20 پارچه شوه یا یک پارچه باشه؟ کتاب الله یک کتاب است یا جدا جداست؟ دین الله یک دین است یا جدا جداست؟ راه پیغمبر یکی است یا جدا جداست؟ بله بعضی عبادت ها را پیغمبر متنوع انجام داده، ما متنوع انجام میدیم. وتر یک رکعت خوانده میخوانیم، 3 رکعت خوانده به 2 کیفیت میخوانیم، 5 رکعت به 1 کیفیت خوانده میخوانیم، 7 رکعت به 2 کیفیت خوانده میخوانیم، 9 رکعت به 1 کیفیت خوانده میخوانیم. این تنوعی چی میگه؟ عبادات. انواع چی؟ عبادات را چند قسم کرده. در دعای استفتاح یک دعا را خوانده یا چندین دعا را؟ چندین دعا میخوانیم. در تسبیحات رکوع یک تسبیح خوانده یا زیاد دیگه تسبیحات. در سجده همین قسم، در قاعده همین قسم. چرا؟ پیغمبر این طریقه ها را برای ما بیان کرده، به سر و چشم میپذیریم. اما ملت یکی میشه یا پارچه پارچه میشه؟ ملت یک ملت است. تو گرفته پارچه پارچه کرده، ایره حنفی جور کردی، ایره حنبلی، ایره شافی، ایره مالکی. در بینتان نکار هم حرام دانستی. در بینتان نکار هم حرام دانستی؟ بله. سنت رسول الله وجود داره، کتاب الله وجود داره. چرا اختلاف است؟ اختلاف باید نباشه. به مردم میگه شما ملا هم موضوعتان حل کنی. کشک علما جمع شود. هیچی طور نمیگیم که نظری من نیست، رأی من نیست. این طور بگیم که فلانی موضوع را بحث میکنیم، پشت دلایلش میگردیم، موضوع فلانی موضوع را دلایلش جمع میکنیم. پس از جمع شدن دلایل سرش میشینیم، مطابق دلایل موضوع را اعلان میکنیم. آسان.
که معلوم نشه کی را من دعوا داشتم بگو یا تو دعوا داشتی. بیای در فضای آزاد صمیمانه میشینیم، کتابا را مندازیم ورق زده دلیل کشیده میریم خیر و خلاص. هر حکمی که متحد از قرآن حدیث برآمد به سر و چشم قبول داریم، به ملت خودم چی میکنیم؟ پیش میکنیم. خب اینطور نمیکنیم که وقتی از تو سوال میگیره سوال میشه در تلویزیون که مردم میگه رفع الیدین است یا نه؟ بله در حدیث آمده. خب باز چی میگی؟ خود مذهبی ما وجود نداره. این گپ نزن، بگو برادر در حدیث ثابت است کسی که سرش عمل میکنه بالکل او هم اهل سنت و الجماعت است و این موضوع افتراق برای امت نیست. اگر کسی میکنه اگر نمیکنه، یکی میکنه یکی نمیکنه، هیچ پروا نداره. هر دوش نمازش میشه یا نمیشه؟ چرا نفرت باشه؟ چرا این گپا باشه؟ قرآن ملامت میکنه یهودا به خاطری که موسی علیه السلام چند روز گم شده یا بدعتا را شروع کرده. امتی پیغمبر هم بدعتا را شروع نکرده؟ رأی خود حاکم جور نکرده؟ رأی خود شریعت جور نکرده؟ سی که درس دینه